سلام به شنونده های عزیزی کانال در دل داستان. اگر شما علاقمند داستان های واقعی هستین پس حتما چینل ما را سابسکرایب کنین و ویدیو را لایک و تا انتهای این داستان زیبا با ما همراه باشین. مدتی چند سال پیش یک دختر را دوست داشتم. اوایل چون پول نداشتم به خاطر خواستگاری پیش قدم شده نتانستم. بعدن وقتی وظیفه پیدا کردم برادری کلانم نامزاد شد. خب من هم مردانه پای دختر و عشقم استاد بودم و تمام فامیل از قضیه من خبر داشتن و هیچ مشکلی با انتخابم نداشتن. 1.5 سال از نامزادی برادرم می شد و تصمیم گرفتن که ازدواج کنن. برادرم یک نظامی بود و بیشتر اوقات در وظیفه‌اش می بود، به همین دلیل تمام مراسمات ازدواجش را به من سپرد. 2 هفته به عروسیش مانده بود که خبر بد به گوش من رسید. لالایم شهید شده بود چون آن زمان درگیری میان طالبان و حکومت زیاد بود. خب خلاصه 40 روز از شهیدی برادرم گذشت و تمام مسئولیت خانه به عهده من شد. چون پدرم هم سالهای قبل در جنگ فوت کرده بود. فامیل دختر آمدن و گفتن که آینده دختر ما را روشن کنین. این دختر ناموس شماست و چون پسر جوان دارین ما رسم داریم که دختر را به برادر داماد نکاح میکنیم. یعنی هدفشان ما بودم. مادرم چون از قضیه عاشقی ما خبر داشت و گفت درست است، من همراه پسرم صحبت میکنم، بعداً به شما احوال میتم که چه وقت به گرفتن عروس خود بیاییم. وقتی اونا رفتن با مادرم بحث کردم که چرا گفتی به گرفتن عروس میاییم. من و دختر دیگر دوست دارم و از خود زندگی دارم. ناموسی چی؟ ای دختر ناموس برادرم بود که فعلا در بغل خاک خوابیده. پس او دختر هم میتواند دیگه جای عروسی کنه و به ما هیچ ربطی نداره. خب فرداش وقتی مادرم خانه دخترخیل رفته بود، مادر دختر عذرگزاری کرده بود که دختر ما مجبور است به عنوان بیوه عروسی کنه. چون در قوم ما این قسم دخترها را مجرتا نمیگیرن. زندگی دخترم نابود میشه، لطفاً دختری ما در بچه دیگه تا نکاح کنی. مادرم هم وقتی آمد بریم گفت نباید زندگی او دختر را خراب کنیم و من مجبور هستم همراهش نکاح کنم. وقتی ای گپا را شنیدم مدت 2 روز خانه نرفتم و همراه رفیقم بودم. با او تمام قضیه را قصه کردم و او هم گفت که بی غیرتی میشه. مجبور هستی همراه ای دختر نکاح کنی و همین گپا باعث شد دوباره خانه برگردم و جوابی بله را به مادرم بدم. خب ملا را خواستن و نکاح ما را خواند. شب که شد مجبور شدم در اتاقی که به بیادرم آماده کرده بودم خودم با او دختر داخلش بخوابم. وقتی داخل اتاق شدیم دیدم 2 توشک در اونجا بود. رفتم و در گوشه اتاق نشستم و برش گفتم احترامت در جاش، اما من اصلا از این ازدواج راضی نبودم و نیست. مجبوریم ساختن تا همراهت ازدواج کنم. من عاشق یک دختر دیگه هستم و انشاءالله گرفتنیشم هستم. پس تو در سر تخت بخواب، من هم در این گوشه سر توشک میخوابم. حتی طرفش نگاه هم نکردم و پشت من دور دادم تا بخوابم که گفت من هم از این ازدواج راضی نبودم و نیستم. چون من برادرت را خیلی دوست دارم و هنوز هم قلبم به خاطر اون میتپه. این که آینده چی میشه رو نمیدانم، اما خدا عاقبت هر دوی ما را بخیر کنه. با این گپش روی من دور دادم و گفتم عاقبت تو را نمیفهمم، اما عاقبت من معلوم است. من او دختر را میگیرم چون دوستش دارم و چند سال میشه که منتظر من هست. پس عاقبتی در کار نیست. مدتها همه تو میگذشت. بعد او شب اصلا با هم حرف نزدیم و حتی برای یکی دیگه سیل هم نمی کردیم. هر دو مصروف زندگی خود بودیم. او مصروف کار خانه و من مصروف کار بیرون تا نان حلال به خانواده پیدا کنم. مادرم ازش خیلی خوش بود چون واقعا دختری بی سر و صدا بود. در مدت 1 سال اصلا مادرم شکایت نداشت. حتی میگفت بهترین زن است اگر به عنوان یک زن طرفش نگاه کنی.
خب مدتی 1.5 سال شد. یک شب اتاق رفتم تا بخوابم. دیدم که صدایم کرد و گفت ازدواج نمی کنی؟ گفتم چی میگی؟ گفت ازدواج دوم. گفتم میکنم همین ماه بعدی. گفت پس من با مادرت میخوابم و این اتاق مال شما باشه. گفتم نه، این اتاق اصلا از تو و لالایم است و من اینجا جبری آمدیم، پس ده همین هفته اتاقیم را جور میکنم و اقدام به خواستگاری میکنم. و نظر به این که فامیل او دختر خبر دارن، پس مشکلی در خواستگاری نیست و انشالله در یک محفل کوچک راضی شود. بعدش من خوابیدم و فرداش به جور کردن اتاق شروع کردم، در حالی که از همه زندگیم دختر خبر داشت. آهسته آهسته اتاق جور شد و خواستگار رفت. فامیل دختر یک مقدار پول و طلا خواستن و دیگه محفل نگرفتن. من هم چیزی پیسه داشتم و چیزی را قرض گرفتم و بالاخره نکاح کردیم. شب اولی عروسی ما دختر شروع کرد که این چه قسم اتاق است که تو جور کردی؟ اصلا خوشم نیامد و همین موضوع باعث شد هر دوی ما بحث کنیم و از اتاق برآمدم و در اتاق مادرم رفتم. فردای ساعت 10 وقتی به اتاقم رفتم دیدم عروس خانم آرام و راحت خوابیده. چند دقیقه کنارش نشستم و بیدار شد و گفتم چرا باعث شدی ده همیشه بی عروسی بحث کنیم؟ گفت خب حقیقت. گفتم خوشم نیامد. گفتم از کجای خوشت نیامد؟ گفت همه چیزای اتاق ارزان است و برند نیست. لبخند تلخ زدم و گفتم تمام داراییم را صرف این اتاق کردم تا خوشی تو بیاید. توقع نداشتم همچون حرفی از تو بشنوم. بعدش برآمدم از اتاق. خانمی اولم صدا کرد چای صبح آماده است، برایتان بیارم؟ گفتم نه خیر تشکر، من بیرون میرم. در بیرون میخورم، به زحمت به عروس خانم ببر. او هم چشم گفت و من هم بیرون شدم. یک هفته از عروسیم گذشت. خانم دومیم گفت مرا ببر رستوران، دلم در خانه تنگ شده. گفتم آنقدر پول ندارم، چی دلت شده؟ در خانه خودم با دستای خود برات آماده میکنم. خب او لج کرد که تو مرا در این اتاق بندی کردی و بیرون نمیبری. برش گفتم 1 هفته میشه عروسی کردیم و شاهانه زندگی داری. از اتاق خود بیرون نشدی تا کسی سرت کار نکنه. نان خوردنت هم در اتاق میای، دیگه چی میخوایی؟ گفت میخوایم چکر برم. خب باز هم نخواستم بحث ما بالا بره. گفتم درست است میریم، اما مادریم و خانمی اولیم نیز با ما باید باشن. اول مخالفت کرد اما دید بدون آنها نمیرم، قبول کرد. وقتی رستوران هم رسیدم اصلا نپرسید چقدر پیسه داری. هرچی دلش خواست فرمایش داد و خورد. به هر حال زندگی دوام داشت و هر روز یک ماجرای نو داشتیم. وقتی می گفتم در کارخانه سهم بگیر بحث می کرد و تا دقیقه آخر چوب نمی شد. خانمی اولیم هیچ وقت شکایت از کار خانه نداشت، با وجودی که تمامی کار خانه را به عهده گرفته بود. مثل همیشه یک شب سر این که چرا در خانه غذای درست نیست و همیشه ترکاری است بحث من و خانم دومیم شد. من هم از اعصاب خرابی زیاد از اتاق برآمدم و میخواستم اتاق مادریم برم، اما خواب بود. رفتم به اتاق خانم اولیم. چون گروپ اتاقش روشن بود فهمیدم که بیدار است. دروازه را تک تک کردم. از این که در او وقت شب در اتاقش رفته بودم تعجب کرد و پرسید چیزی کار داری؟ گفتم نه خیر، امشب میشه اینجا بخوابم. قبول کرد و مثل همیشه در یک گوشه اتاق که قبلا میخوابیدم دراز کشیدم. بعد چند دقیقه سکوت پرسیدم حال چطور است؟ گفت خوب هستم. گفتم از این که تمامی کار خانه به عهده تو مانده واقعا متاسف هستم. دوست نداشتم که همچین اتفاقی بیفته. گفت نه مشکل ندارم، برعکس از ششتن در اتاق کار کردن برایم خوب است. چون وقتی در اتاق باشم فکر و خیال نمیمانه زندگی کنم و همین دلیل خودم مصروف کار میکنم. گفتم هنوزم به برادرم فکر میکنی؟ آهی کشید و گفت فکر میکنم جایی که او است خیلی خوش و آرام است. وقتی تازه فوت کرده بود نمیدانم چگونه دوام آوردم. هر شب گریه میکردم، از این که تنهایی مانده بود گلایه داشتم.
اما وقتی عروسی کردم شبا چون تو در اتاق بودی نمیخواستم خوابت خراب شود، به همین دلیل آرام روی من دور دادم تا نصف های شب فکر میکردم. دلم به حال خودم میسوخت که حتی نمیتونستم گریه کنم. او همه گریه ها را جمع کردم، شدن بغض، شدن افسردگی فکری. باعث شد قلبم سخت شود. اکنون نمیدانم چی میخوایم چی نمیخوایم. خب به هر حال روز است میگذره. وقتی حرفایش شنیدم واقعا حق میگفت. من حتی حق گریه کردن را ازش گرفته بود. بعدش او رویش دور داد. نمیدانم خوابید یا بیدار بود، اما مرا خواب نبرد. وقتی صبح از خواب بیدار شدم ناوقت بود. از اتاق که برآمدم خانم دومیم در پیش دروازه اتاقش استاد بود و اعصابش خراب. اصلا برش توجه نکردم و رفتم داخل اتاق که لباسهای ما تبدیل کنم برم سر کار. او هم داخل آمد و گفت بیشک پیشی و معصومکت رفته بودی؟ او مکاره است. فقط عادت داره خودش عاجز نشان بده. در همین گپاش اعصابم شارد شد و بسیار با مشکل خود کنترل کردم که نزنمش. اما با بسیار عصبانیت گفتمش تو کاری کردی که قدر او زن سرم بیایه. پس آدم شو. اگر مرا میخوایی آدم شو. آدم شدنی نیستی، طلاقت میتم خیر و خلاص. از اتاق برآمدم. شام وقتی خانه آمدم که در خانه خسور خیلیم آمدن و زنیم برشان زنگ زده گفته بود که شوهرم سرین دست بالا کده و مرا زده گریه کده بود. خسوریم گفت که تو بی غیرت سر زن دست بالا کدی، ای رسمی مردی نیست. چند دقیقه حرفایشان را شنیدم و بعدش طرفشان سیل کردم و گفتم آیا قواره دخترتان میخوره که من زده باشمش؟ و اگر فکر میکنی دخترتان را زدیم پس دخترتان را ببرین. مهری شمیتم و طلاق شمیتم. دوباره خانه تان روان میکنم و از جایم استاد شدم و اصلا به حرفایشان گوش ندادم. فقط نیاز به آرامش داشتم و بعد از برآمدنیم نمیفهمم چه گفتن و نگفتن، اما 1 ساعت بعد خانم دومیم آمد و کالایش جمع کرد و گفت هر وقت دلت برم تنگ شد برگرد. میفهمم زود پشیمان میشی و از اتاق برآمد. شب شد در اتاقم دراز کشیده بودم و زندگیم را مرور میکردم که خانم اولیم آمد و گفت نان نمیخوری؟ گفتم میخورم، اما یک سوال دارم از تو. واقعا از زندگی چی میخوایی؟ حتی نگاهم هم نکرد و گفت هیچ. بازم پرسیدم، گفت میخوایم آزاد باشم، رها از هر قید و شرط. گفتم طلاق میخوایی؟ گفت نه. میخوایم تحصیل را ادامه بدم، میخوایم سر پای خودم باشم و از 4 دیوار خانه برایم. میخوایم از این افسردگی فکری بیرون شوم، به همه نشان بدم که من کی هستم. گفتم میخوایی دانشگاه بری، اما من اونقدر پیسه ندارم، خودت میدانی. گفت دولتی میرم اگر اجازه تو و مادرت باشه. 1 سال قبل فارغ شدیم از مکتب و خودم باور دارم که از عهده کانکور برآمدن میتونم. من هم گفتم درست است، امتحان کانکور ثبت نام کن، درست را بخوان. اما میشه هر دوی ما مثل رفیق باشیم. لبخند زد. اولین باری بود که لبخندش را میدیدم. گفت دشمن هم نیستیم مگر نه؟ من هم سرم بالا و پایین کردم، یعنی حرفش را تایید کردم و همینطور روزها میگذشت. چند ماه به امتحان کانکور مانده بود. در یکی از کورس های کانکور یک رفیقیم استاد بود. همراهش صحبت کردم. گفتم پول ندارم، اگر میشه 1 نفر را بدون فیس درس بدی. او هم قبول کرد. وقتی خانه آمدم از کورس برش گفتم مثل طفلا از خوشحالی زیاد در کالایش جای نمیشد. جای لباش چشمهایش میخندید. اولین بار بود با وجود تمام خستگی که ده چند مدت داشتم با خوشی خانم اولیم احساس آرامش کردم. نام و ساعت کورس برش گفتم. او هم تشکری کرد و رفت. صداش کردم خیر باشه. خوشیت باعث شد یادت بره گشنه و تشنه آمدیم. طرفم سل کرد و گفت امروز مادر خانه نبود. راستش من هم کمی مریض بودم و طبق معمول چون چاشت در خانه نمی آمدی چیزی نپختیم. حالا میرم یک چیزی پخته میکنم. چی میخوری؟ نمیدانم چرا یک بارگی از دهنم برآمد. گفتم بیرون غذا بخوریم. او هم گفت اگر مشکلی نداری بخوریم. خب با هم رفتیم در یکی از رستوران ها. خواستم خودش فرمایش بده، اما همه چیز را به عهده من ماند. یادی روزی افتادم که خانم دومیم تا توان داشت فرمایش داد.
خب منم کباب فرمایش دادم و همینطور ششتیم از روزهای گذشته و آینده قصه کردیم. بعدش هم خانه رفتیم. شب گذشت و صبح شد. روزی اول کورسش بود. فکر کردم شاید همه کار خانه را بانه و روزانه مصرف کورس شود. چون کورسش از 8 صبح تا 11 روز بود. اما وقتی از خواب بیدار شدم تمام کار خانه را کرده بود و طرف کورسش رفته بود. من و مادرم ششتیم صبحانه خوردیم و مادرم از این که متوجه خانم اولم هستم خوش بود. ازش پرسیدم خودش نان خورد؟ گفت از خوشی زیاد 1-2 لقمه خورد و رفت. من هم سر کار رفتم و بعد کار دیگر به خانه آمدم. وقتی خانه رسیدم دیدم خیلی خوش بود. با مادرم از صنفی‌هاش و درس‌هاش میگفت. با خوش بودن او فکر میکردم بار سنگینی از شانه‌هایم کم میشه، سبک و راحت میشد. روزها میگذشت و امتحان کانکور رسید. روز امتحان خیلی هیجان داشت. با هم یک جای دانشگاه کابل رفتیم و من در بیرون منتظرش بودم. امتحانش چند ساعت طول کشید. وقتی برآمد محکم دستم را گرفت و گفت امتحان خیلی عالی گذشت و به خاطر این همه خوبیت 1 دنیا 2 دنیا 3 دنیا تشکر. خنده کردم و گفتم دیوانه هم بودی و ما خبر نداشتیم. نمیدانم چرا خنده هاش محو شد. هرچی پرسیدم چیزی نگفت. گفت امروز مهمانی من، میری با هم غذا بخوریم؟ طرفش چشمک کردم و گفتم تو پیسه از کجا گیری؟ گفت از دستی که متوجه نیستی من در خانه خیاطی هم میکنم. تعجب کردم و گفتم مگه چی وقت شروع کردی؟ گفت از وقتی که همراهت عروسی کردیم. خیاطی را از اول یاد داشتم اما فقط کالای خودی من میدوختم. بعد عروسی یگان چیز ضرورت میشد دلم نمیشد از خودت و مادر پیسه بگیرم. به همین دلیل از مادر اجازه گرفتم از کالای همسایه شروع کردم و حالا خوب است 5-6 ماه میشه فامیل بریم کالا میارن برای دوخت. خب ما هم به رستوران رفتیم. در راه کلن غرق فکر بودم. عذاب وجدان دیوانه میکرد. واقعا اصلا در فکر این که چی ضرورت داره و چی کمبود داره در 2 سال اول عروسیم نشدم. حالا مدتی نزدیک به 5 ماه میشه. نمیدانم این دختر بعد عروسی چی کشیده. به خودم حیران میشدم. چطور اونقدر ظالم شده میتونم؟ من خواهی تو یک آدم نبودم. خب به رستوران رسیدم و فرمایش غذا را به عهده من ماند. من پس به خودش واگذار کردم و او هم بریانی خواست. گفتم بریانی را حدسی خواستی یا دلت شده بود؟ گفت مگه تو غذاهای تون دوست نداری؟ خب میدانم غذاهای تون دوست داری، به همین دلیل برات بریانی خواستم. تعجب کردم چون این دختر در این 2 سال اصلا طرف مثل هم نمی کرد. چطور تمام ذوقها و خواسته های من میفهمه؟ شاید به دلیل ای باشه که تمام کار خانه به عهده خودش بوده. برش گفتم نظر به این که تو تمام خاصیت های من میفهمی، پس امروز تو شروع کن. از چی خوشت میایه؟ از چی خوشت نمیایه؟ او گفت وقتی از خودش و خصوصیاتش و آرزوهایش گفت حس میکردم مثل طفل تازه که خودش را در دنیا میشناسه است. دور از هر دغدغه های زندگی. به خودم قول دادم انشالله به تمام آرزوهایش میرسانم. دوباره همان دختری میسازم که در خانه پدرش بود و بعدش دوست داشت با برادرم باشه. خب غذاهای ما تمام شد و روانه خانه شدیم. همی که رسیدم متوجه شدم که خانم دومیم آمده. بعد تمام کارایش کلن از اون متنفر شده بودم و این مدتی که نبود اصلا نمیخواستم برگرده. وقتی ما دو نفره را دید قیامت شروع شد. چیزی که به زبانش آمد به خانم اولم گفت. بدترین حرفی که از زبانش شنیدم. گفت از یک برادر سیر نشدی که پشت دیگه برادرش گرفتی؟ همین گپش باعث شد سرش دست بالا کنم و محکم سلی بزنمش. با انگشت اشاره برش گفتم زود میبرای طرف اتاق. او هم طرف اتاق رفت و من هم طرف اتاق مادری. بعد چند ساعت رفتم پیشش برش گفتم آرام شدی گپ بزنیم؟ گفت سر من دست بالا کردی توقع داری آرام شوم؟ گفتم اگر آرام نشدی دوباره برو خانه پدرت و اگر خانه پدرت بری طلاق هستی. او هم چوب سر جای ششت. گفتمش چی میخوایی؟ گفت میخوایم جدا در یک خانه دیگه زندگی کنیم و یا زنی اولیت طلاق بدی. حیران طرفش سیل کردم و گفتم این کار را اصلا نمی کنم چون او جز من و مادرم کسی را نداره.
این ظلم است که سری او کنم. باز به کدام بدیش؟ این که به تمام خواسته های ما سرخم کرده و انجام داده. گفت دلت، اما یا باید جدا زندگی کنیم یا باید طلاقش بدی، یا بلای سرش میارم که بفهم زندگی چی است. اصلا آن لحظه نمیفهمیدم چی بگویم. واقعا حیران مانده بودم که چی کنم، اما باید یک کاری میکردم تا به آرامی و خوشی زندگی کنم. گفتم درست است، من فکر میکنم. یک چرت بزنم باز گپ میزنیم. بعد کل فکر کردن برش گفتم من قدر پول ندارم خانه کرایه کنم، پس در یک اتاق خانه شما زندگی میکنیم، چی نظر داری؟ او هم خوش شد و جمع جور اتاق شروع کرد. پیش مادرم رفتم و تمام قضیه را برش قصه کردم، اما به ذهن فکرای دیگه داشتم. بعد جمع جوری روانه خانه اونا شدیم. وقتی اونجا رسیدیم و لوازم اتاق جای به جای کردیم، گوشی مکشیدم و قسمی رفتار کردم که گویا از دفتر بریم زنگ زدن. گفتم امشب نوکری هستم، درست است، پس میاییم باز. و به بهانه اینکه دفتر میرم رفتم پیش مادرم. شب یک جای نان خوردیم و کل قصه کردیم و بعد در اتاق مادرم در یک گوشه خوابیدم. روزا به همین شکل میگذشت. در هفته 2 شب خانه خسریم پیش زن دومیم میرفتم و باقی خانه مادریم میبودم. با همسر اولیم رفیق شده بودیم. گاهی میخندیدیم و گاهی به یاد گذشته ها گریه میکردیم. بالاخره نتایج کنکور اعلام شد و در پوهنځی کامپیوتر ساینس کامیاب شده بود. تمام کارهای اولیه را با هم پیش بردیم. روز اول درسیش نیز همراهش رفتم. خیلی با هم خوش بودیم. اینکه او را خوش می دیدم خودم بیشتر از او خوش می بودم. روابطیم با همسر دومیم اصلا خوب نبود. نظر به اخلاقش، فقط طلاق نگرفته بودیم. دیگه هیچ بین ما مثل زن و شوهر نبود. هر روز بحث داشتیم تا اینکه بعد 1 سال تصمیم گرفتم با آرامی جدا شویم. خیلی کوشش کردم بساز شوم همراهش، اما نمیشد. و روزی که طلاق گرفتیم خیلی گریه کرد. هم میخواست طلاق بگیره و هم میخواست زندگی را با هم ادامه بدیم. راستش آن لحظه و آن حسی را که داشتم نمیتونم بیانش کنم، اما فقط میخواستم برادرم زنده باشه و برم در بغلش گریه کنم، به آن که قضاوت شم. کاش بود و مثل همیشه بگویه خوب یا بد حالا شده و میگذره، اصلا غصه نخور. اما هیچ کس را نداشتم تا دلسیر سرشانش گریه کنم. تمامی آن روز را دور از خانه، دور از شهر گذشتاندم و بعدش به خانه رفتم. با هیچ کس حرف نزدم و به اتاقم رفتم. 1-2 روزه هیچ حالم خوب نبود. بعدش آهسته آهسته به زندگی برگشتم. آخرای هفته بود مادرم گفت که همسر اولم وظیفه پیدا کرده در یکی از مؤسسات چون لایق است و 1.5 سال پوهنتونش گذشته. در اون مؤسسه هم ازش امتحان گرفتن. وقتی دیدن تمام سوالات درست حل کرده، بی آن که CVش را ببینه قبولش کردن و شروع هفته باید به کار شروع کنه. خوبش این بود که میتونست بعد پوهنتونش کار کنه و دفترشان نزدیک دفتر ما بود. صبح پوهنتون میرفت و پیشین به دفتر و بعدش یک جای خانه میرفتیم. در اوایل موتر کرایه میکردم چون میگفتم پیاده بریم خسته میشه، اما به خواست خودش پیاده روی را شروع کردیم. واقعا پیاده روی بریم خیلی خوب بود. 1/2 ساعت راه بود تا خانه. آهسته آهسته قدم زده به خانه می رسیدیم و در راه کلن از اتفاقات روزمره ما قصه می کردیم. وقتی به خانه می رسیدیم بعد از گرفتن خستگی یک جای آشپزی می کردیم و با مادرم نان می خوردیم. وضعیت اقتصادی ما هم با مرور زمان بهتر می شد و ما در مسیر زندگی خیلی خوش بودیم. گذر زمان خیلی به سرعت می گذشت. این که چه وقت نزدیک فراغت همسرم شد اصلا نفهمیدم. روزی محفل فراغتش من و مادرم رفتیم. وقتی اسمش را صدا کردن رفت سر استیج، شروع به حرف زدن کرد. در آخر حرفایی از من و مادرم گفت که من کلا تعجب کردم و غرق آب شدم، چون گفت که در آخر از همسر عزیزم و خشوع مهربانم که بیشتر از یک مادر برای مهربان بود تشکری میکنم. اصلا باید اول از اینها تشکری میکردم، چون رسیدن به اینجا بدون آنها اصلا قابل رسیدن نبود. من زندگیم را چند سال پیش متوقف کرده بودم، اما وجود همسرم و مادرم باعث شد دوباره رشد کنم و ممنون که هستین
و شکر که دارمیدن. من اولین باری بود که کلمه همسرم را از زبانش میشنیدم. خوشحال بودم این که من را به حیث همسرش قبول کرده. بعد ختم محفل رفتیم رستوران و آنجا ازش پرسیدم واقعا این نکاح را قبول کردی؟ آیا من را به حیث همسرت قبول داری؟ یا همون تو اونجا تشکری کردی؟ لبخند زد و چشمهایش را پایین انداخت و گفت در هیچ گوشه از زمین همسر مثل خودت پیدا نمیتونم. واقعا اگر خودت در این نکاح مشکل نداری من این نکاح را با دل و جان میپذیرم. همونجا از خوشحالی در پیشروی مادرم رفتم، از پیشانش ماچ کردم و گفتم تا جان در جانم است این نکاح را میپذیرم و هر دو خوش و خوشحال به خانه برگشتیم. این بود پایان داستان. شنونده های عزیز، نظریات شما به ما قابل قدر و احترام است. خوشحال میشیم نظریاتتان را راجع به داستان در قسمت کامنت بنویسین. ویدیو را لایک کنین و چینل ما را سابسکرایب کنین، زنگوله را هم فشار بدین تا از داستان های بعدی زودتر از همه مطلع شوید.